با دیدن بازی‌های اخیر لالیگا فهمیدیم این که میگن داوری همیشه به نفع رئال چرته. ما یادمون نمیره اون شب سیاه داوری رو، ما یادمون نمیره اون بازی که بهش میگن معجزه نیوکمپ، بارسلونا 12 نفره بود. مسی از رونالدو بهتره چون جام جهانی داره. علی دایی و علی کریمی هم جام جهانی ندارن اما از خیلیا بهتر بودن. جبر جغرافیایی یعنی این. مسی بهتره چون توپ طلای بیشتری داره. توپ طلا تا زمانی اعتبار داره که به اونی که حقشه بدن. 4-5 تا از توپ طلای مسی رو راحت زیر سوال میبرم، اما با اینکه توپ طلای 2013 حق ریبری بود، توپ طلای 2018 هم حق رونالدو بود. پس اگه خودتون رو پاره بکنید، رونالدو 5 تا توپ طلای به حق داره. این ویدیو هم فقط تزیینیه. باز هم موقعیت برای رئال مادرید. فرودن پاس میده به باریناگا، این هم گل 11ام. باور نکردنیه چه بلایی داره سر بارسلونا میاد. اگرم میگین این بازی سیاسی بوده و داوری به نفع رئال بوده و میخواستن رئال رو قهرمان کنن، پس چرا اتلتیک بیلبائو با برد 1-0 توی فینال قهرمان شد؟ جدیدن هم خیلی دیدم روی پیکه مانوف میدیم، پیکه اینو گفت، پیکه اونو گفت. من بدم یاد میگیم پیکه، بگین لایخور وحید امیری. بازم میگم ببینم و قربونت بره سمت ما نیاد، چون که مامانت دعوات میکنه.